برادر و خواهر عزیز، هر یکی ما و شما می خواهیم که در روز قیامت وقتی نامه اعمالمان را می بینیم از آن خوشنود و خرسند باشیم. در آن نیکی های زیادی باشد که وسیله نجات ما از آتش دوزخ در آن است. اگر می خواهی که نامه اعمالت تو را خوشنود و خرسند بسازد، پس این فرموده پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را خوب گوش انداز و به آن عمل نما. از حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس دوست دارد که در روز قیامت نامه اعمالش او را خوشنود و شادمان کند، پس استغفار را به آن بیشتر وارد کند. روایت طبرانی و بیهقی. معنی استغفار طلب بخشش و آمرزش از گناهان است که بنده از خداوند غفار از تمام گناهانش طلب بخشش و آمرزش کند و اظهار پشیمانی از گناهان کرده قصد کند که دیگر بار گناهان کرده اش را تکرار نمی کند. نه به این معنا که به زبان استغفار و در دل ذوق و قصد گناه باشد. انسانی که زیاد استغفار می کند، خداوند برای او از تمام سختی ها و مشکلات زندگی برآمدگاهی میسر می کند و از جانبی که امید ندارد او را رزق و روزی می دهد. از حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کسی که استغفار را پیشه خود سازد، یعنی همیشه با استغفار باشد، خداوند برای او از هر سختی و دشواری برآمدگاه و از هر غم و اندوه خلاصی عطا می فرماید و از جایی که امید ندارد به او رزق و روزی می دهد. روایت ابو داود. برادر و خواهر عزیز، استغفار را پیشه خود ساز و همیشه از خداوند از تمام گناهان پنهانی و آشکارا طلب بخشش و آمرزش کن تا خداوند کامیابی و رستگاری دنیا و آخرت را نصیبت گرداند. و السلام علی من اتبع الهدى. دارم گناهی به عدد، یا رب مرا رسوا مکن. از لطف تو خواهم مدد، یا رب مرا رسوا مکن. ای خالقی ارض و سما، ای مشفقی شاه و گدا. جرمی مرا من ما بما، یا رب مرا رسوا مکن. نامم به شیخی شد علم،